حفظ یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی آن دارد. مهمترین تهدید امنیت و ثبات سوریه از ناحیه رژیم صهیونیستی و اشغالگری این رژیم است. وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی از جمله در سوریه و لبنان را سد نمایند. ایران ضمن حمایت از روند خلع سلاح PKK و تحقق ترکیه عاری از تروریسم بر ضرورت انحلال تمام گروه‌های تروریستی برای رسیدن به منطقه عاری از terörizm تاکید میکنه. Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim. Kendisi gelirse ben de oraya gidip beraber